خب شاگردای عزیز اینجا انیشتین خب یک کارگر بسیار با کلاس بوده و در وقت‌های قدیم. حبیب جان بیخی گوزم گرفته چی کنم؟ از استاد اجازه بگی برو تشناب. استاد چی میگی؟ میشه برم تشناب؟ بعد که دیش داری بشرم چند دقیقه پیش تفریح بود. زنگ تفریح به خاطر چی مونده؟ زنگ تفریح به خاطر از این مونده که برن یک ذره تشناب خدا بکنن چیز خدا بشین. بعد از وقت تعطیل شدی باز میری دیگه. گوش کنین بچه‌ها. استادم اجازه نمیده. یک راه حل نشان بدی بیخی بد گوزم گرفته نمیتونم باشه. اینم اینجا گوز بزن دیگه هیچ کس نمیشنوه. نه چی میگی تو؟ شاگردا کلگی هستن میشنون صداش بلند میبره آبری میره. خیلی یک کار کو خب من یک سلفی کلان میزنم دم سلفه تو گوز بزن که هیچ کس نشنه. برسه باشن اوی شلدر کوزوک